امروز میخوام بهتون نشون بدم این زغالای کبریای سفید طوری که خیلی ها میخرن چجوری تهیه میشه. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. این پودر سدیم کربناته که تو رنگ فروشی ها پیدا میشه. پودر داخل یه تشت آب ریخته میشه، بعد خوب شروع میکنیم به هم زدن که پودر داخل آب حل بشه. الان که همه چی آماده شد، زغالا رو داخل تشت فرو میکنن. اینجوری دوباره قشنگ قسمت بالاشم میریزن که زغال یه دست سفید بشه. من تمام این مراحل رو نشونتون دادم که شما گول زغال سفید که میگن آقا کیفیتش بهتره و اینا رو نخورید. در مرحله آخرم زیر آفتاب سوزان جهرم زغالا رو میذارن تا خوش بشه.